سوال دیگری برادرم این بود که کسی است که تمسخر میکنه، ریشخندی میکنه، با دوستش مزاح میکنه، بعد گپ میرسه به چی؟ به تمسخر و به ریشخندی و به اصطلاح استهزا و خلاصه سر ریشش و سر قیافش و خلاصه سر همه چیز. ما در سوره حجرات که من بهش میگم سوره اخلاق، ما آیه‌ای داریم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، لا یسخر قوم من قوم، قومی از قوم دیگری به تمسخر و ریشخندی یاد نکنه. مثلا چی است؟ حالا این ازبک است، قهقه میخنده، ریشخند، این پشتون است، جوک براش درست میکنن، این ایرانی است، این افغانی است، این تاجیک است، این فلانی است. به نام قوم برای مردم جوک و لطیفه و ریشخندی درست میکنن. الله متعال میگه که آگاه باشید ای مؤمنین که قومی قوم دیگری رو مسخره نکنن. عسى ان یکونوا خیر منهم، شاید اون قومی که شما دارید مسخره میکنید در پیشگاه خدا شما بهتر باشن. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، و زنانی از شما زنان دیگری رو مسخره نکنن، شاید اونایی که شما دارید مسخره میکنید از اینها بهتر باشن. ولا تلمزوا انفسکم، هم دیگر رو با لقب‌های زشت یاد نکنید، یعنی کنایه نگید به هم دیگر. ولا تنابزوا بالالقاب، با لقب‌های زشت هم دیگر یاد. متاسفانه در تاجیکستان، در افغانستان خیلی زیاد است. لنگ فلانی، کور فلانی، شل فلانی، خیلی زیاد است. کدام محمود میگی؟ والا لنگ محمود رو میگم، او کور احمد رو میگم. اینها تنابز بالالقاب است. فلانی، خیلی معذرت میخوام، من شنیدم طرف یک تاجر خیلی بزرگی بود، فلان گاو. پرسیدم چرا اینطوری میگن؟ چون بسیار چاق است، مردم بهش میگن فلان گاو. الله متعال صریحا در این آیت من میکنه از این. بئس اسم الفسوق بعد الایمان، چه زشت است که نام فاسق بر شما نهاده بشود بعد از این که مؤمن شدید. یعنی انسان مؤمن این اعمال را انجام نمیده، مسخره بازی نمیکنه، کنایه نمیزنه، لقب زشت نمیگذاره. و من لم یتب فاولئک هم الظالمون، کسانی که و توبه نمیکنن از این اعمال، اینها از جمله ستمگاران هستند. حدیث دیگری است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در مسلم روایت است. یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه را جمع کردن، فرمودن اتدرون من المفلس، میدانید که انسان مفلس کی است؟ امروز ما شما هم در افغانستان، ایران، تاجیکستان بگیم فلانی مفلس است، یعنی چی؟ یعنی پول نداره، فقیر است. صحابه هم گفتن یا رسول الله المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع، مفلس در نزد ما کسی است که پول نداره، زندگی نداره، فقیر است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ان المفلس من امتی، مفلسای امت من میدانید کیا هستن؟ همه ساکت شدن. الان دیگه صدا از کسی در نمیاد. میگن وقتی پیامبر این احکام رو مطرح میکردن، صحابه طوری گوش میدادن اگر مرغی میامد، گنجش میامد رو سرشون مینشست، اینا تکون نمیخوردن. ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامة بصلاة و صیام و زکات، مفلس امت من کسی است که روز قیامت با نماز و روزه و زکات میاد. یعنی چی؟ کسی که نماز و روزه و زکاتش رو ترک نکرده، بقیه عبادتاش هم ترک نکرده. 5 وقت نمازش رو در مسجد خوانده، نماز شب خوانده، تراویح خوانده، تهجد خوانده، نفل و مستحب و هیچی رو ترک نکرده. زکاتش هم داده، ماه رمضان هم روزه گرفته. میارنش حساب و کتاب میکنن، ماشاءالله ترازو رو ببین که چند بیلیون تن نیکی و حسنات جمع شده براش. و قد شتم هذا، اینو فوش داده. و اکل مال هذا، و مال این رو خورده. و سفک دم هذا، خون این رو ریخته. و ضرب هذا، اون یکی رو زده، یکی رو فوش داده، یکی رو کشته، مال این رو خورده، به اون یکی توهین کرده، به این غیبت کرده.
بعد چیکار میکنن؟ الله متعال امر میکنه فیعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته. میگه چیکار میکنن؟ میان این زکات و نمازشو تقسیم میکنن بین اونها. نمازشو با اون میدن، زکاتشو با اون میدن، خیراتشو با اون میدن، حجشو با اون یکی میدن. صحابه ملائکه میگن یا الله این همه حسناتش تموم شد، خالی شد. بعد از اون میگه فإن فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیه، قبل از اینکه حق اونها داده بشه حسناتش تموم شد. این طرف 80 سال نماز خوانده، روزه گرفته، حج کرده، صدقه داده، همش ظرف 1 ثانیه تموم شد، پخش شد بین مردم. اخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار. چیکار میکنه؟ الله سبحانه و تعالی به ملائکه میگه حسناتش تموم شد، روزه، نماز، زکات، حجش تموم شد. میگن یا الله تمام شد، هیچی نمونده. خب الان از اونایی که این حق اونها رو پایمال کرده، بهشون فحش داده، توهین کرده، غیبت کرده، اهانت کرده، حقشون رو ضایع کرده، گناههای اونها رو بگیرید ببینید چقدر زنا کردن، چقدر شراب خوردن، چقدر دروغ گفتن، چقدر فسق و فجور انجام دادن. بگیرید گناهان اینها رو به اندازه همون حق اونا که باید از حسناتش داده میشد و الان تمام شده، از گناهان اونو بگیرید رو سر این بندازید. بعد از اون با همین گناه ها، با همه اینها هیچ حسنه‌ای هم براش نمونده. فطرح فی النار، انداخته میشه در کجا؟ در آتش جهنم. این است مفلس. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن مفلس حقیقی این است. پس انسان هایی که یعنی حدیثی از واقعا انسان گاهی اوقات وقتی که این حدیث رو انسان میشنوه اصلا میترسه که اصلا زبان باز بکنه. روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که این دسترنج زبانها، یعنی نتیجه آنچه که زبانها انجام میدهند، انسان رو به جهنم میندازه. یک از صحابه یا رسول الله همین زبان؟ فرمودن بله همین زبان. گاهی اوقات فرمودن انسان کلمه ای رو میگه که ولا یلقی لها بالا، اصلا حواسش نیست. امروز میگیم بعضی از دوستتون ناراحت میشه، دیروز یک حرکتی کردی، والا می خیلی میبخشی، معذرت میخوام، من والله حواسم نبود، من اصلا فکر نمیکردم شما اونجایی، والا از کوچه رد شدی اصلا سلام دادم علیکم نگرفتی، والا اصلا حواسم نبود. راستم میگه اصلا حواسش نبود، حواسش به رانندگی بوده، ندیده طرف رو. بارها برای من اتفاق افتاده، دوستان شکایت کردن بابا از فلانجا رد میشدی سلام دادین جواب سلام ندید. با الله متعال شاهد است من ندیدم، متوجه نبودم اصلا. اینو میگن حواسم نبود. میگه حرف کلمه ای میگه، یک کلمه ای میگه که ولا یلقی لها بالا، اصلا حواسش هم نیست. چی میشه؟ در جهنم فرو میره به اندازه 70 خریفا، یعنی 70 پاییز. یعنی چی؟ 70 سال. شما تصور کنید ماشین رو سوار هستید، با سرعت نور، مافوق نور حرکت دارید میکنید و 70 سال در راه باشید، یعنی یک عمر کامل. به کجا میرسید؟ میگه یک کلمه میگه حواسش نیست، 70 سال به قعر جهنم میره. یک روزی زنی قد کوتاهی از انصار بود فکر کنم، رد میشد. آیه نازل شده بود که مسخره نکنید، چیز نکنید. ام المؤمنین عایشه صدیقه، از بگم یعنی درجه حدیث رو نمیدونم که چند اندازه است، شنیدم از علما میگن که حضرت عایشه به حضرت حفصه اینطوری کرد، یعنی با گوشه چشم اشاره کرد که نگاش کن، همونه داره رد میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودن، گفتن ای عایشه حرکتی رو کردی که اگر با آب اقیانوس هم مخلوط بشه، همه آب اقیانوس رو هم چیکار میکنه؟ فاسد میکنه. با گوشه چشم یک اشاره کردن
این همه گناه بزرگی است و ما امروز گوشه چشم چی که با همه وجودمون این اعمال زشت رو انجام میدیم. الله سبحانه و تعالی حفظمون بکنه.